ای الله. السلام علیکم پیشوای ما مسلمان ها که حاجی میرزا. چند سوال دارم. بعضی کسان میگویند که در دوزخ مقدار گناهت عذاب کرده میشوی و بعد آن به جنت داخل میشوی. این گپ درست است؟ درست است. بعد نماز را تمام کردن بعضی نفرها جای نماز را بوسه میکنند، بر رویشان میمالند. این روا است؟ نه، روا نیست. مختصرا جواب میگوییم همون جای نمازی که شما بالاش نماز خواندین باید گرفته و در دیده هاتون مالیده و بوسه نکنین. این جایز نیست. این نه امر الله است نه امر پیغمبر است. اگر دو نفر همه وقت در خانه جماعت کنند ثواب مثل مسجد است یا اینکه کم؟ زیرا من یک بابای دارم که همیشه در خانه نماز میخوانیم. نماز ما چی گونه نماز است؟ تو اگر جوان باشی خود در مسجد بخوان، بابات که آدم افگار باشد باید در خانه خواندن بگیرد، وای ثواب مسجد میگیرد زیرا وای عذر دارد. لیکن تو که عذر نداری تو آمدم در مسجد نماز بخوان، این حالت تو هم ثواب میگیری. من را در خانه نمیمانند که در بعضی روزها سر شویم. میگویند که در این روز حضرت فاطمه پنجشنبگی میدهد. خصوصا روز پنجشنبه من بار با آنها جنگ کردم که گپ شما نادرست است، شما با این گپ چی میگویید؟ التماس جواب گویید ضرور است. حکم دنیا در پنجشنبگی خوردیم بس نیست، و در جنت هم پنجشنبگی هست. نیست در اونجا پنجشنبگی. این پنجشنبگی هایی که در گردن ما و شما بارش کردن همین دنیا ده است. در او جنت بی پروا انشاءالله خوردن بگیر. حضرت فاطمه پنجشنبگی ندارد. تهمت در ذمه حضرت فاطمه نمانی. این سخن خیلی سخن وزنین است. یک آدم تهمت نکنین. هر روزی که میخوای سرت شستن بگیر، هر روز در همه ساعت سر شستن جایز است، علل خصوص در روز جمعه. اینقدر تأکید ما برای چی است که پدرای عزیز، برادرای عزیز، شما دائم خوشبوی باشین، دائم بدنهاتون بیبوی باشد. در پهلو یک برادر که نشست از بوی عرق بدن تو نافار نشود، ناراحت نشود. برای چی حضرت ابن عباس برای شما مثال آوردم که حضرت گفتن هر وقتایی که عائلم زنم در پهلوم که میخوابید خودش خوشبوی میکرد، آبازی میکرد، طهارت میکرد. وقتی حال او را که اینچنین دیدم، حضرت گفتن من هم برای زنم آبازی میکردم، خوشبویی میکردم، بعدا در پهلوی زنم خواب میکردم. از این خاطر شما هم در جاگه خوابتون خوشبویی کنین. همون جاگه خوابتون در وقت خوشبویی میکنین، این خوشبویی با زمیان که سنت است. دیگر حکمتش همین است که هیچ آسیب جین به شما نمیرسد. آسیب جینی که شما در خواب هستین ضرر میتواند رسانیده، حتی ایبوی همون خوشی شما را آنها به سوی شما آمده نمیتوانند. برای همین دائم بدنهاتون شویین. چهارشنبه است، پنجشنبه است، جمعه است، کدام وقتی میخواهین شستن گیرین، ثواب میگیرین، هیچ وقت گناهگار نمیشوین شما. حضرت داملا یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود. سال 2000 زنی مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید. صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست. اکنون این رفیق حیران است، با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد. اگر طلاق دهد زنش طعنه می دهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو هست. سوال تقدیر این عائله چی می شود؟ با
احترام مخلص شما. زن مسیحی را گرفتن جایز است. چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستند، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند، اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این عائله هیچی نمیشه، از زندگیش دوام دادن گیره. فرزندایی که دارد اون فرزندا را در روحیه اسلام تربیت کند. بهترین صورتش همین است. این 4 فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیت کند، اینها را پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند. ان شاء الله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست دیگر. زندگیش دوام دادن گیرد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام، این که ما 2 سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد امام ملا در یکم رکعت آیت از سوره یاسین و بعدا در دویم رکعت از سوره بقره خوان. این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود، و الا قصدن هم که کند نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان میگوییم. اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی میگذرد که مکروه است، ترک سنت است، لیکن نماز درست می شود. نماز درست می شود. مثل که این اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او می آید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص بخوانیم، برای با ترتیب این چنین آمدن. دوم سوره فلق خوانیم. لیکن مبادایی که اول سوره فلق خواندیم و بعد سوره اخلاص خواندیم، انا همین میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست می شود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهگار می شوی. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم، نماز خفتن را در ساعت 8 می خوانیم. درست می شود یا نه؟ درست نمی شود. اقلاً باز برای همه شما امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام، بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشه، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلاً 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلاًش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ده ما نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیماند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتوفون در امر معروف مانده گوش میکند، آیا نماز من خلل نمیرساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و وی در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشد که اون برادر به این نمازخوان ما یگان تشویش و یگان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وی گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمی کند، بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید، خدا شما را همتون نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله می آید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود. در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا میگیرد، جهان تاریک میکند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت میخوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد، چی نماز
پیشین باشد، خب اینا را ما و شما، یا نماز شام باشد، اینا را بر وقت‌تر میخونیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. من مادرم، پسرم آیله دار است. وقتی که پسر از مادر برنجد، مادر برای فایده خودش نصیحت کند، همراه مادر قهری میکند، نماز جمعه رفته او و این پسر درست میشود؟ جوابش را پره فهمانی. یعنی این مادری که فرزندش را نصیحت میکند، پند موعظه میکند، لیکن بازم این فرزند با پند نصیحت مادر هیچ اهمیت نمیدهد و باز با این مادر قهری میکند، اسلام چی میگوید؟ چی در سوره عنکبوت، چی در سوره اسراء و چی در سوره لقمان از پروردگار سپارش آمده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، در سوره عنکبوت است. خداوند میگوید من امر میکنم، سپارش میدهم همه فرزندها را، چی دخترها و چی بچه ها را، که با پدر و مادرشان نیکو باشند، رفتار خوب کنند. در دیگر سوره لقمان خداوند و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک و الی المصیر. خداوند میگوید سپارش میدهم بچه ها و دخترها را، هر کسی که صاحب پدر و مادر است سپارش میدهم که فراموش نکنند که حملته امه وهنا علی وهن شده علی شده. مفسران میگویند فراموش نکن که همین مادری که امروز تو همراه او قهری هستی، همین مادری که امروز تو را رنجانیدگی هستی، همین مادر تو را در شکمش برداشتگی هست. تو از شکم همین مادر به دنیا آمدی. و فصاله فی عامین، ان همین مادر تو را 2 سال دیگر با شیر داد. خداوند در ان اشکر لی ولوالدیک، شکرانه این ذات الله را کن. خدا میگوید از شکرانه پدر و مادر تکن و فراموش نکن ای فرزند که بازگشت تو به سوی پروردگار است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خداوند چی میگوید؟ حکم میکند پروردگار تو این که بجز ذات من دیگر به هیچ چیز عبادت نکن، هیچ چیز را پرستش نکن، لیکن با پدر و مادرت رفتار خوب کن. ولا تقل لهما اف، خداوند حتی نزد پدر و مادرت اف نگو. کجا آنجایی که وقتی تو ملال میشوی، کجا آنجایی که وقتی تو قهری میکنی اف نکن. ولا تنهرهما، نهر نزن، بلند آوازی نکن، داد نگو به سوی او. و قل لهما قولا کریما، هر وقتای با او صحبت میکنی با زبان خوش، با زبان ملایم با او صحبت کن. واغفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در دانش پروردگار میگوید تو پدر و مادرت احترام کن، وقتی وای نزد تو میآید خیز برای اونها تعظیم کن و در دعایت بگو که پروردگارا پدر و مادر مرا خوار نگردان، پدر و مادر مرا درمند نکن. پروردگار چی میگوید؟ کما ربیانی صغیرا، چگونه ای که در خردی تو این پدر و مادر این گونه دعا را در حق تو کرده بودند. از این خاطر وقتی اونها که این دعا را در حق ما کرده باشند، پس باید که ما چیکار کنیم؟ در حق اونها دعاگو باشیم، باید اونها را نرنجانیم. حضرت عبدالله ابن مسعود از حبیب خدا پرسیدند کدام عمل محبوبتر به سوی الله است؟
پیغمبر چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن گفتن این بهترین عمل به سوی پروردگار است. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن چی ای پیغمبر؟ حبیبی خدا چی گفتن؟ بر الوالدین، در حق پدر و مادر خدمت کن. گفت این محبوب ترین عمل از سوی پروردگار است. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای مهربان، کسانی که امروز صاحب پدر و مادرین، مادامی که شما نمازخوانین، مادامی که شما مخلصین، مادامی که شما پیرو قرآنین، به همه شما قرآن مراجعت میکند که کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشد، کاری کنین که اونها را نرنجانید، زیرا که تمام عبادت های شما حبطه می شود. حتی دیگر گویم همون مثل های تاجیکی، آب ما و شما رنگ نمی گیرد. بر آباءکم تبرکم ابناءکم، پیغمبر خدا گو اگر خواهید که فرزندهاتون شما را فردا احترام کنن، امروز احترام پدر و مادرتون کنید. اگر کردین فردا فرزنداتون احترامتون میکند. چگونه معامله که میکنی از فرزند هم خیلی معامله را انتظار باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برادر استاد عبدالرحیم 10 سامان، استاد عبدالخالق 10 سامان. در حق استاها برادر اکی خیرالله و استاد سید احتم، عبدالمومین، فرهاد، نورانشاه، استاد نعمت، استاد کمال، بابا جان و دیگرها دعا کنید. خب اینجا در استاها خیلی خدمت‌های زیاد کردن این هفته، باز دوام دارد کارشون. برادرمان حاجی حسن که آهک همون طرف همش تأمین کردن. حاکم برادر عالم جان سیل یوستر برای همین اطراف مسجد و مسجد پهلوان خدا برکاتش داد. همین آشیانه دویم هم همون حاکم جان تعمیر کردن، برادر عالم جان با سیل یوستر دیگه هم دیروز آوردن. ثانی از این امیر یکی شعری صفدر است، ثانی از این امیر یکی شعری صفدر است، داماد مصطفی و یقیندان سرور است. بیشک ولی لیک نام اصلی او علی، با دشمنان دین به مانند اژدر است. تنها به 100,000 همی کرد حمله ها، در 10 ذوالفقار جلودار قنبر است. بر هر دلاوری که اگر نعره می زدی، چون برگ بید لرزه بر اعضای کافر است. هر جا نبی که گشت عنان تکاورش، هر جا نبی که گشت عنان تکاورش، چندین هزار تن ز یک حمله بی سر است. پا در رکاب دول دول اگر می گذاشت او، خرد و کلان کفر همه دیده تر است. جان جنون فدا به محمد به 4 یار، جان جنون فدا به محمد به 4 یار، با خاندان پاک و به اولاد حیدر است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت مولوی جنونم یکی از عاشقان خاندان پیغمبر بودند، یکی از عاشقان 4 یار رسول اکرم بودند که حتی حضرت می گفتند جانم و جان پدر و مادرم فدای رسول اکرم و فدای 4 یار او باد. اونا در حقیقتا جانهای خود در راه دوستای خدا فدا می کردند. اگرچنده که بعض مبالغه ها را حضرت مولوی جنون در این مصرعهای شعری خود جای کرده هم باشد، این به خاطر اون است که حضرت محب این اهل بیت رسول اکرم، محب این دوستان خدا بودند. چگونه ای که می گفت تنها به 100,000 همی کرد حمله ها،
اگرچند حضرت علی تنها هم که باشد با صدها هزار دشمنان دین و خدا دست می برداشتند، هجوم می کردند، اگرچند این در عقل ما و شما راست نمی گیرد، یا شاید که حضرت علی نسبت صدها هزار آدم تنها نجنگیده باشد، لیکن معنای او را دارد که از صدها هزار دشمن خدا چشم ترس نداشتند. چشم ترس در حضرت علی وجود نداشت، جسارت داشت. در همه جنگ هایی که حبیب خدا اشتراک ورزیدند مثل سپر برای رسول اکرم بودند. از این مصرع‌های شعری معلوم می شود که موعظه امروزه ما و شما نسبت چهارم یار رسول اکرم، داماد او حضرت علی رضی الله عنه بخشیده می شود. پیش از آنی که من برای شما دوام جمعه گذشته را تا جای آمدیم که حبیب خدا نزد سکرات مرگ عمک خود ابو طالب پدر حضرت علی حضور داشتند و حضرت ابو طالب این دنیا را چگونه پدرود گفتند. من این قصه را برای شما بیان کنم. میخواستم آغاز صحبت چگونه که در دیگر یارهای پیغمبر از سخنان خود ایشان آغاز میکردم، از سخنهای خیلی والا و قیمت حضرت علی رضی الله عنه موعظه امروزه را آغاز نمایم. زیرا در بعض روایت ها انا مدینه العلم و علی بابها روایت می شود، یعنی گویا که رسول اکرم گفته باشد که من شهر علم هستم و دروازه شهر حضرت علی است. اگرچند که این حدیث را من در موضوعات علی قاری رحمت الله علیه که حضرت مذهب به حضرت امام ابو حنیفه دارد، کتاب دارد به نام موضوعات که حدیث های باطل و منکر و حدیث هایی که از نام رسول الله روایت شدند اصل ندارند که حضرت جمع کرده است برای ما بیان کرده است. این حدیث در موضوعات علی قاری دیدم که علی قاری میگوید که این حدیث اصل ندارد. بخاری هم رحمت الله علیه میگوید اصل ندارد. در جامع ترمذی والله علم حدیث 3723 او با متن دیگر حدیث انا دار الحکمت و علی بابها انزل آمده است. لیکن جامع ترمذی هم این حدیث منکر میگوید. ابن جوزی رحمت الله علیه در کتاب موضوعاتش این حدیث آورده است. شمس الدین ذهبی هم موافقه کردن به ابن جوزی که این حدیث موضوع است. مقصد انا مدینه العلم و علی بابها که گویا رسول اکرم گفته باشد من شهر علم و دروازه شهر حضرت علی است. میگن این حدیث نیست، این از نام رسول الله هم روایت نشده است. لیکن وقتی خدا رحمت کند ابن حجر اسقلانی که یکی از حافظ و یکی از ثقه های در حدیث است از او پرسیدند همین حدیث یگان سند دارد؟ حضرت عجیب جواب گفتند این حدیث گفتند حسن است، صحیح نیست همچنانی که حاکم گفتند، موضوع و باطل نیست همچنانی که ابن جوزی گفتند. حسن است گفتند، درست است گفتند، این حدیث است. این چنین ابو سعید علایی اونم یاد کرده است که این حدیث نه موضوع است و نه صحیح است بلکه حسن است. یعنی از باب فضائل علی اگر شما نقل کنین شما گناهگار نمیشوید.
زیرا حضرت علی در اصل دانا بودند. حضرت امام شافعی هم رحمت الله علیه علم حضرت علی را صفت میکنند. امام احمد حنبل هم در مسند خودش هم حضرت علی را به دانایی وصف میکنند. بیایید سخنهایی که حضرت علی گفتند ما گوش اندازیم، انشاءالله عالم بودن او از روی جمله های او خود ظاهر می شود. خود برای ما گواهی میدهد که حضرت علی تا چه اندازه علم داشتند. ان علی رضی الله تعالی عنه قال لا يزال الدين والدنيا قائمين ما دام اربعه اشیاء. اینا حجری از خلانی در کتابش آورده است. حضرت علی گفتند بنده های خدا، این دینی که شما دارین و این دنیایی که شما در او زندگی دارین، اگر خواهید که دین و دنیای شما سلامت ماند، در بین شما باید 4 چیز همیشه پایدار باشد. اگر 4 چیز در بین شما پایدار نباشد، پس دنیاتان هم خطر دارد، دینداریتان هم خطر دارد. خدا رحمتشان کند. حضرت گفتند ما دام الاغنیاء لا یبخلون بما خولوا و ما دام العلماء یعملون بما علموا و ما دام الجهلاء لا یستكبرون عما لم علموا و ما دام الفقراء لا یبیعون آخرتهم بدنیاهم. 4 چیز حضرت ذکر کردند. چی در بین ما پایدار باشد که دین و دنیای ما سلامت برای ما و شما باشد. از پروردگار مسئلت دارم. این 4 چیزی که حضرت علی فرمودند در حقیقتا اگر پایدار باشد، اگر آنچنانی که حضرت علی میخواهد همچنان باشد، با باوری کامل میگوییم که دنیا و دین ما سلامت است. یکم حضرت گفتند مادامی که آدمان ثروتمند، آدمان پولدار، آدمان منصبدار بخیلی نورزند با آن مال و ثروتی که در زیر تصرف خود دارند برای تقسیمات مردم مسکین و فقیر. یکم پایداری دنیا و دین ما این بود است که آدمان پولدار، آدمان گویم که صاحب ثروت، صاحب مال بخیلی را پیشه نکنند و آن چیزی که از مال دارند غمخواری برای مردم مسکین و فقیر کنند. چو انسان را نباشد فضل و احسان، چی فرق از آدمی تا نقش دیوار؟ به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را می توانی دل به دست آور. برادرای عزیز و گرامی، اولا شما فراموش نکنین که یک زمان شما مبلغ نداشتین، شما دولت نداشتین، شما صاحب پول و چیز و مال نبودین. همه این مهربانی خداست، همه این بزرگی خداست، همه این غمخواری پروردگار است که برای تو بر این بنده مال عطا کرد، برای تو ثروت داد، برای تو منصب داد، برای تو از مال دنیا عطا کرد. اینا فراموش نکن، اینا هیچ وقت فراموش نکن. هر کسی که فراموش کند که آن مبلغی که در زیر دست دارد از حساب مهنت خودش به دست آمده است، عاقبتش مثل ثعلبه می شود. چگونه که ثعلبه هم به دعای رسول اکرم با یک گوسفند صاحب میلیون ها گوسفند شد و آخر ده فراموش کرد که این مهربانی خداست که وعید پروردگار در شأن ثعلبه نازل شد. کسی که اگر فراموش کند که این مال او
دولت او به مهنت خود اوست. این مهربانی خدا نیست؟ به خدا قسم از ثعلبه هم بدتر می شود. اول فراموش نکنید این عطیه پروردگار است. آن مبلغ هایی که تو داری یقین دان که این خدا داده است. باز همون پروردگار قدرت دارد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. پروردگار اعلام میکند منم آن ذاتی که برای شما ملک میدهم، برای شما آبرو میدهم، برای شما عزت میدهم، برای شما منصب میدهم. و من هستم آن پروردگاری که اگر تو شکرانه نکردی، اگر تو خدا را نشناختی، اگر از حق این دادگی من غمخواری مسکین و بیچاره ها را نکردی، من هستم آن خدایی که آن مال از تو کشیده میگیره. الله و باز کشیده میگیره. الله قدرت این دارد. از این خاطر هر کسی که اگر امروز مالدار است باید غمخواری مسکین و فقیرها و غمخواری مسجدها و غمخواری طالب علمها را داشته باشد. انشاءالله در ملک او، در مال او زایدتی پیدا می شود، ملکش باز زیادتر می شود. رسول اکرم به 3 چیز قسم خوردند، قسم به نام خدا گفتند. به 3 چیز قسم خوردند. یکم گفتند ما نقص مال عبد بالصدقه. به نام خدا قسم میخورم که ای انسان مالدار، پیغمبر میگوید اگر از مال تو صدقه کنی، از مال تو به فقرا و مسکین ها و بیچاره ها مال دهی، قسم به نام خدا مالت کم نمی شود، مال تو زیاد می شود. حبیب خدا قسم میخورد. و دیگر فراموش نکن که این مبلغ هایی که در دست شماست، شما به حیث امتحان قرار دارید. اگر باید درست صرف کنین خوش به حالتان. اگر در زنا و در فساد و در کزینا و در فسق و فساد و در برپا کردن هر گونه بی ترتیبی که ضرر جامعه ما، ضرر اخلاقی فرزندای ما باشد، تو دیگر پیشگاه خدا ده. از خدا باوری دارم که انشاءالله این دولت تو پایدار نیست. این دولت زود از خدا از دست تو بر این انسانی بدخواه و بدنیت کشیده میگیرد. حبیبی حضرت علی گفتند دنیا و دین شما سلامت میماند زمانی که بایهای شما بخیلی نورزد. دوم مختصرا میگذرم، وقت کم است، میخواهم خیلی شرحی و زیدی هم وقت به ما و شما مهلت نمیدهند. دوم حضرت علی گفتند مادام العلماء یعملون بما علموا. دنیا و دین شما برای شما برکات میدهد، سلامت میماند وقتی که عالم های شما به آن علمی که دارند عمل کننده باشند. عالم های شما به آن چیزی که میدانند به همان عمل کننده باشند. امروز این مصیبت هم در جامعه ما و شما هست. ما سنگ نمیزنیم، ما تحقیر نمیکنیم، فقط از خداوند خواهان او هستیم که هر کسی که به نام عالم شناخته می شود، به نام ایشان و مخصوم و فلان شناخته می شود، از خدا بترسند و در راه این درست و در دین اسلام خدمت کننده باشند. و الا به خدا قسم آیت قرآن است یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف است، پاره 28 یا 29 از قرآن است. خداوند میفرماید ای آن کسانی که میدانید و نمیکنید، یقین دانید که روز قیامت عذاب شما از عذاب مردم عادی فرق میکند. برای شما عذابهای دردناک است. وقتی شما دانین و نکنید یا دانین و خیانت در دین اسلام کنین، زود است که نزد پروردگار میروید.
این خیلی مرتبات بلند است که خدا انسان عالم سازد. خداوند آدم علم دهد، این بسیار مرتباتی بلند است، با شرطی که اگر در علم عمل کننده باشد. و الا اگر عالمی که عمل نداشته باشد یا عکس العمل علیه اسلام مبارزه برد، و خدا قسم از او در یک جاهل با عمل بهتر است. حبیب خدا میگوید یؤتی بالرجل یوم القیامه، روز قیامت یک مرد را میارند. کجا میارند؟ فیلقی فی النار، ملائکه های عذاب چنگ میزنند از پای او و او را همچنان سرنگون در دوزخ میپرتایند. فتندلق اقطاب بطنی، وقتی در چاه دوزخ حبیب خدا میگوید میزند، این حدیث متفق علیه است، اما صحاح سیتا روایت میکنند، رودهاش میگوید از شکمش بیرون میبراید. فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحا. رسول اکرم گفت چگونه ای که یک خر در اطراف آسیاب دور میگردانند، این مرد را هم از رودهاش ملائکه ها اطراف دوزخ دور میگردانند. فیدور بها فیجتمع الیه، دوزخی ها در اطراف این عذاب که میبینند، این شرمندگی را که میبینند، اطرافش را جمع میشود. فیقولو ما لک الم تکو تأمر بالمعروف و تنهی عن المنکر. دوزخی ها میشناسنش، میگن ای مرد، تو همون فلانی نبودی که در دنیا مردم امر معروف میکردی، مردم نهی منکر میکردی، مردم تو را همچون پیشوا عزت میبخشیدند، مالت میدادند، تمام شرایطی تو را بهتر کرده بودند، همون تو نیستی؟ فیقولو بله. بس این مرد میگفت است بله من همون هستم. آمر بالمعروف ولا آتیه و انهی عن المنکر و آتیه. جواب میگفت است من همون هستم، در دنیا مردم از خدا میترسانیدم لیکن خودم نمیترسیدم، مردم به حرام ها نزدیک شدن نمیماندم لیکن خودم به حرام های خدا نزدیک میشدم. من همون هستم. عالم باید عمل کننده باشد. عالم کسی هست که خدمتگار است در نزد پروردگارش. عالم کسی است که کوشش میکند که بنده های خدا از خرافات و ضلالت و از نادانی نجات یابد. این عالم میگوید. سوم، حضرت گفتند مادام الجهلا یا لا یستكبرون عما لم یعلمون. آدمانی که جاهلند، آدمانی که بی سوادند، با آن چیزی که نمیدانند تکبری نورزند. مثلا آدمی جاهل باید تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد. این تکبری و فخر کو هیچ کس ارزنده نیست، نه عالم و نه ظالم و نه جاهل و هیچ کس باید تکبر نباشد. این عمل زشت است. حبیب خدا حکایه میکنه بینما رجل یمشی فی حلت تعجبه نفسه مرجل رأسه یختال فی مشیته. یک زمان یک مرد بود، میگه پیغمبر خدا بسیار لباسای قیمت پوشید. وقتی لباسای قیمت که پوشید، حبیب خدا حکایه دارد در راه وقتی که میرفت تعجبه نفسه، با نفسش فخر میکرد که مثل من هیچ کس لباس زیبا ندارد. چگونه اینکه بعضی از بنده های خدا با ماشین های زیباشان، با خانه های زیباشان تکبری میورزند، این مرد با لباس زیبای خود فخر میکرد. مرجل رأسه، موی سرش پیغمبر خدا میگد آنچنان روغن زده بود که مویهای سر مثل طلا همچنان یک جلا میدادند. یختال فی مشیته، وقتی راه میگشت آدم تکبر راه گردد. از شما میشناسین، انشاءالله من باوری دارم چشم شما کشاده شد.
آدمی تکبرانه راه میگشتگی را هر کس میشناسد، تکبرانه راه میرفت. این زمان حبیب خدا گفت خداوند آنچنان غضبناک شد که اذ خسف الله به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامه. حبیب خدا میگوید خداوند آنچنان از تکبری او ناراحت شد که زمین امر کرد که این بدسگال به سوی خود بکش. این زمان میگوید زمین و یک کشید. حبیب خدا میگوید تا روز قیامت این آدم تکبر زیر زمین میرود، تا روز قیامت. قهر الهی شد. برادر عزیز، ما به چی تکبری کنیم؟ ما یک بنده های عاجز هستیم، یک بنده هایی که از دست ما و شما هیچ چیز نمی آید. این پولداری و این مالداری و این ماشینداری و این خانه‌داری و خدا قسم اینا مایه افتخار نیست. حضرت سعدی میگوید ولیکن بدین صورتی دلپذیر فریبا مشو سیرتی خوب گیر. به این صورتهای زیباتون شما افتخار نکنید، به این مال اسباب در دنیا خدا دادگی افتخار نکنید، ولیکن بدین صورتی دلپذیر فریبا مشو سیرتی خوب گیر. رهی راست بایدد نه بالای راست که کافر هم از روی صورت شماست. کافر هم مثل ما، همین مثل ما و شما بدن دارد، جسد دارد. جسدی تو میگه جسد کافر هیچ فرقی نمیکند، فقط فرق در سیرت است، در آداب و در اخلاق است. نه منعیمی به مال از کسی بهتر است. خدا رحمت کنه حضرت سعدی را. نه منعیمی به مال از کسی بهتر است، خر اگر جیل اطلس بپوشد خر است. حضرت چهارم چی گفتن؟ چهارم گفتن مادام الفقراء لا یبیعون آخرتهم بدنیاهم. چهارم همین که آدمای نادار و آدمای بی پول و آدمای شرایطای تنگ داشتگی به خاطر دنیا دینهاشون نفروشند. دنیا و دین تان سلامت میماند. چهارمش این بود است که آدمای فقیر، آدمای نادار، آدمای کم بضاعت، آدمای بی شرایط به خاطر چارسوم دنیا دینهاشان نفروشند، آخرتشان نفروشند. خدا رحمتشان کند. حضرت صاحب کرامات بودند، امروز زمان ما در دنیاهاشون و دنیا دین میفروشند، فروخته ایستادند برای چارسوم شده. دینه که قسم به خدا آبروی تو را در نزد ملائکه منکر و نکیر بلند میبردارد، آبروی تو را در محشرگاه بلند میبردارد. به خاطر 100 سوم یا 200 یا 500 یا 1000 تو از دینت میگذری. حالا که در معلوم است که باید در شکمت بسیری میخوری یا نه. شاید که او کفلی تو شود، شاید که او برای خاندان تو بدبختی بیارد این پول. چی میدانی تو؟ حضرت مولوی جنون خدا رحمتشان کند غمگین شدن و گفتند نفسی تو نان طلب و جان تو جانان طلب است. نفسی تو نان طلب، نفس نان طلب همیشه. نفسی تو نان طلب و جان تو جانان طلب است. وصل آن جان جهان با شکم نان مفروش. آن جهان، آن جنت، آن دیدار پروردگار را به خاطر یک شکم نان نفروش. میگه این رباط است که 100 قافله را سازد و خواب، تو به این کهنه سرا روضه رضوان بفروش. افسوس میفروشند. فقیرهای ما طاقت ندارند. فقیرهای ما را کرد در زور بیاید، بعد یک شعار دارن همین دوره سویتی خوب دولت بود. آخه همین نان میرخت. آخه در هر دوره نباشد انسانی که آخه عقل تو را خدا دور کرده است. در همه زمان الله اعلان کرده است ان الله هو الرزاق، من هستم رزق رسانی تو. کدام دولتی نباشد، کدام دنیای نباشد، رزق الله برای تو میدهد، هیچ کس برای تو رزق نمیدهد. اگر تو همچنان عقیده داشته باشی که همون دولت برای تو رزق میداد، تو اثر تجدید ایمان کن، ایمان نداری تو.
خدا رحمت کند حافظ، من برای تو آیت نمیارم، حدیث نمیارم، اگرچه خدا را شکر در ذهنم پروردگار چند آیت و حدیث حفظ مانده است. برای تعمیق میگویم که حافظ شیرازی میگوید گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند. رنج می آیی، عذاب می آید، راحت می آید بسرتان، بنده های خدا همگی از خدا ببینید، کسی اینها را برای شما نمی آورد. این عقیده های پوسیدگی و این عقیده های خیلی به عقلانه را از میانه سرتان دور کنید. نفروشید. حضرت میگوید کسی که اگر خواهد دنیا و دینش سلامت ماند، دینش به دنیا نفروشد. ولی بعضی آدمای وظیفه‌دار هم دینهاشون هم میفروشند. برای خاطری چهارسومی دنیا یا که منصب علیه اسلام مبارزه میبرند. این هم فروختن دین است. الله اکبر. این چهار چیز حضرت گفتن دین تان و دنیا تان سلامت میماند اگر این چهار چیز قائم باشد. بایه هاتان بخیل نباشد، عالم هاتان عمل کننده در علم باشد، جاهل هاتان تکبری نداشته باشند و فقیرها و نادارها و مردم تان دین هاشون به دنیا نفروشند. چه جمله های زیبا، جمله هایی که به خدا قسمی را به پول خریدن نمی شود. عالم بودن حضرت علی از این جمله ها خودش گواهی می دهد. می آیم سر عمکی رسول اکرم پدر حضرت علی ابو طالب. هشت سالگیش در حبیب خدا در زیر تربیه ابو طالب بود. 8 سالگی ده. چیل سال تاریخ ها میگوید ابو طالب در تربیه و محافظت رسول اکرم بود. 40 سال. آنقدر مهر حبیب خدا به ابو طالب داشت، آنچنان ابو طالب دوست می داشت. بین اصحاب نشسته بود که آوازه شد که حبیب خدا ابو طالب در سکرات است. رسول اکرم که خدمتای ابو طالب همیشه در پیش چشمش بود، غمخواری های او مثل غمخواری های پدرانه بود. چندین بار کفار مکه، مشرکای مکه خواستن حبیب خدا را اذیت دهند از ابو طالب که توصیه می گرفتند. می گفت تا وقت من هستم دست به سوی رسول اکرم دراز نمی کنی، پشتیبانی می کرد. حبیب خدا را این نوازش های ابو طالب بسیار عاشق ابو طالب گردانیده بود. پس حبیب خدا از جای خود خیست. من این روایت از صحیح بخاری به شما گفته ایستادم. لما حضرت وفات ابو طالب جاءه رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقت وفات ابو طالب که نزدیک شد میگوید رسول اکرم دوان دوان به خانه ابو طالب آمد. دوان دوان. فوجد عنده ابو جهل و ابو عبیه ابن مغیره. آمد که در بالای سر ابو طالب دو دشمن خدا نشستند، دو دشمن محمد، دو دشمن قرآن در بالای سر ابو طالب نشستند که این ابو جهل بود و عبیه ابن مغیره بود. رسول اکرم دید که ابو طالب حالتاش دگرگون شده ایستادند، لحظه های خیلی کم از حیات ابو طالب باقی مانده است. در حال گفت قل یا عم لا اله الا الله اشهد بها عند الله یوم القیامه
ای عمک گفت ای پدر علی بگو لا اله الا الله، تا که با این کلمه که از زبان تو می براید من در روز قیامت به خاطر این کلمه زیبا طلب شفاعت از جانب تو در پیشگاه خدا کنم. بگو لا اله الا الله بگو، زیرا افضل دعا الحمدلله است، افضل ذکر لا اله الا الله است. من قال لا اله الا الله من كان آخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه. حبیب خدا میگوید کسی که آخران کلمه از زبانش در این وقتی جان دادن میبراید لا اله الا الله باشد و جنت میرود. خواست ابو طالب این جمله را گوید، لیکن ابو جهل و ابی ابن مغیره به ابو طالب چی میگفتند؟ یا ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب؟ ابو طالب تو از مرگ میترسی؟ تو از محمد میترسی؟ تو از عبدالمطلب بابای تو آن دین بت پرستی و سنگ پرستی که ما داشتیم تو به خاطر همین مرگ میترسی و از همان دین پس میگردی؟ ابو طالب این سخنها را شنید و به طرف محمد گشت و گفت محمد من میگفتم این کلمه را، لیکن در این ملک اینها آوازه میکنن که من از مرگ ترسیدم، به این خاطر من این کلمه را به زبان نآوردم و با دین همون باباهای خود که بت پرستی بود با همان دین میمیرم. حبیب خدا این جمله آخران عبدالمطلب ابو طالب بود. بسیار غمگین شدند که عمک او در این کلمه در زبان خود این کلمه ای که عاقبت برای او راحت است در زبانش نراند. فقه اکبر میخوانیم عقیده حضرت امام ابو حنیفه و والد رسول الله مات علی الكفر و ابو طالب عم رسول الله صلی الله علیه و سلم مات علی الكفر. والدین پیغمبر خدا بر کفر مردند، ابو طالب هم عمک رسول اکرم پدر حضرت علی هم بر کفر مردند. حبیب خدا غمگین شدن و بعد جان به حق تسلیم کردن ابو طالب چی گفتن؟ اما والله قسم به نام تو ای پروردگار لا استغفرن ما لم انه عنک. قسم به نام پروردگار گفته تا زمانی که ای پروردگار مرا از طلب مغفرت ابو طالب منع نگردانی تا همون زمان من طلب مغفرت در حق ابو طالب میکنم. من از پروردگارم فقط همین میخواهم که خدایا گناه ابو طالب ببخش. حبیب خدا این قسم خوردن. همین زمان بود که جبرائیل آیت آورد از سوره توبه آیت 113 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. این آیت پایان آمد وقتی حبیب خدا گفت تا وقت خداوند مرا من نسازد من طلب مغفرت در حق
ابو طالب عمکو میکنم، این حالت دا خداوند آیات فرستاد نیست برای پیغمبرها و اجازت نیست برای پیغمبرها و برای آن کسانی که ایمان به خدا دارند طلب مغفرت کنند در حق آن کسانی که از دنیا ایمان نبردند. اگر چندی که نزدیکترین اولاد تو هم باشد، یقین دانین که کسی از دنیا ایمان نمیبرد، مشرک و کافر از دنیا میگذرد و یک گروه از آتش دوزخ است. این آیت پایان شد. این آیت معنای او را داشت که ای حبیب خدا، برای تو وظیفت همین است که در حق ابو طالب طلب مغفرت نکن.